یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که بیماران در حوزه شاخه کف لگن به فیزیوتراپی مراجعه میکنن مشکل کمکاری مثانه است که بیمارمون آقای محمد گلدان از قطر تشریف آوردن برای درمان پیش ما و حالا روند درمانی رو از خودشون میپرسیم و امروز هم جلسه ششمتون است. درسته؟ بله. بفرمایید روند درمان. قبل که بیام فیزیوتراپی مشکل ادرار داشتم. مشت میزدم مثلا تو شکم تا ادرار کم کم بزنه به خروجی. مشکل تخلیه داشت. بله. حالا از برای 5 جلسه که اومدم اینجا الحمدلله بهتر شدم. از فیزیوتراپیتون هم راضی هستی؟ بله خیلی هم راضی هستم. یعنی کم نگذاشته برام. شما لطف کنید. ممنون. بله. چندین سال درگیری مشکل بودین؟ نزدیک 3 سال. 3 سال اونجا هر درمانی انجام پیش دکتر قطر مثل نتیجه نگرفتم. حالا خودتون بگید. نتیجه نگرفتم، یعنی مجبور شدم که بیام ایران. حالا اومدم اینجا و الحمدلله دکتر که راهنمایی کرد به فیزیوتراپی چیزا با یه دستگاه چیزو، الحمدلله حالم بهتر شده. نه دردی دارم نه چیزی. قبلا درد داشتم یه چیزا، حالا درد ندارم. الحمدلله خوب شدم، یعنی کم کم دارم خوب میشم. و بیمارانی که مشکل شایع کف لگن رو دارن، حالا حوزه شاخه کف لگن و هر مشکل مرتبط با اون، میتونن به ما مراجعه کنن و به ما اعتماد کنن و مطمئن باشن نتیجه میگیرن.